فضلی هم بقیه برادرها، یه سری مراکز هست که در جاهایی که ما میگیم قرمز یا نارنجی اینا اهمیت ویژه‌ای دارن. حالا همه اونهایی که باید در مناطق قرمز و نارنجی مراعات بشه باید دستورالعمل‌ها مراعات بشه، اما تالارهای پذیرایی، سالن‌های سینما و تئاتر، پاساژها و بازارهای سربسته، استخرهای سرپوشیده، باشگاه‌های بدنسازی، شهر بازی‌ها، نمایشگاه‌های عمومی و مخصوصاً رستوران‌ها خب بیشتر محل رفت و آمد. حالا اشکال نداره که رستورانی غذا آماده کنه بیرون بر مردم بگیرن ببرن، یا اگر یه جای فضای باز با فاصله زیاد حالا اونجاها باز میشه، اما جایی که سربسته است اون خیلی مشکلات ایجاد میکنه و واقعا تو این شرایطی که ما الان داریم شرایطی است که در این گونه امور باید مراعات بشه و مسبب این جلسه امروز هم ما تلقی میکنیم که این موارد هفتگانه روش تأکید بیشتری بشه، هم نیروی انتظامی هم بقیه هم اصناف نظارت دقیق تری انجام بدن، قرارگاه انشاءالله برنامه ریزی مفصل تری انجام بده برای اینکه این 7 موردی که احتمال خطر و همچنین احتمال اینکه این ویروس شیوع بیشتر پیدا بکنه و سرایت بکنه بیشتره، باید دقت بیشتری نسبت به اینها به عمل بیاریم. در مجموع هم گزارش که ما امروز از مراعات پروتکل ها داشتیم گزارش امیدوار کننده نبود، یعنی ما باید 85-90% مردم باید پروتکل ها رو مراعات بکنن. امروز آمار و ارقام 66% بود که خیلی پایینه. ما خواهش میکنیم از همه مردم که این ایام مراعات بکنن به دلیل اینکه خب ما بتونیم از این شرایط سخت فاصله بگیریم. 2 نکته است که من میخوام اشاره بکنم. یک نکته وضع مدارس هست. ما از اسفند سال 98 در واقع مدارس ما حتی دانشگاه‌های ما اینا همه تعطیل شد و جز حالا ایام امتحان و اینا که گاهی وقتا اونم برای بعضی از مقاطع می آمدن برای امتحان، به هر حال درس‌ها و ارتباطات آموزشی از طریق فضای مجازی بوده. خب طبیعی است که فضای مجازی نمیتونه جایگزین معلم باشه، یعنی پرده و نمایشگر و اینها جای معلم رو که نمیگیره دیگه. به هر حال این حداقل کاری بوده که میشد انجام داد، اما در این حال ما باید خودمون برای بازگشایی مدارس سریعتر آماده بکنیم. تو همین هفته هم یک بحث کوتاهی پنجشنبه شد و باز هم این بحث رو ما ادامه میدیم. تعطیلی مدارس خب از لحاظ روحی و روانی رو بچه‌ها خیلی اثر میذاره. فعالیت بدنیشون بچه‌ها کاهش پیدا میکنه، عادات غذاییشون تغییر پیدا میکنه، در الگوی خوابشون اختلال ایجاد میشه. مسائلی هم در داخل خونه و خانواده به هر حال وقتی اینا نمیرن مدرسه همش حضور دارن تو خونه ایجاد میکنه. همه این مسائل باعث میشه که ما باید زودتر فکر کنیم برای اینکه بچهای پیش دبستانی و بچهای دبستانی و بعدش هم دبیرستانی، حالا دبستانی و پیش دبستانی سریعتر، برای اینکه در دنیا خیلی از کشورها بودن پیش دبستانی ها رو تقریبا تعطیل نکردن، یه مدت خیلی کوتاهی بعد باز کردن. در برخی از کشورها هم حتی مدارس رو در یک مدت کوتاهی بسته بود و باز کردن. علتش هم اینه که به هر حال افراد کمتر از 18 سال ابتلاشون کمه، حالا نه اینکه صفر باشه. در آمار ارقام میگن حدود 5% اینها ممکنه مبتلا بشن. این 5% هم که مبتلا میشن اکثر اونها بعد از یک مدت کوتاهی بهبود پیدا میکنن. اونایی که شرایطشون شرایطی باشه که در معرض خطر باشن عددشون بسیار پایین و کم هست و این چنین گفته میشه در دنیا که مدارس عامل انتقال نیستن.
کودکان هم نسبت به همدیگر خیلی عامل انتقاد